اگه میخوای کسی نتونه تو رو دعا و جادو کنه، سوره توحید را بر آب بخوان و اطراف خانه بپاش. اگه نمیخوای اتفاق بدی برات بیفته، داخل ماشینت سنگ نمک بذار. اگه میخوای خوششانسی بیاری، همیشه آیت الکرسی بخون. اگه میخوای گره مشکلاتت باز بشه، 77 بار بگو یا غفور یا ودود. اگه میخوای رزق و روزیت زیاد بشه، بنویس یا رزاق و این پست را برای عزیزانت ارسال کن. هیچ وقت در آستانه‌ای در با کسی خداحافظی نکن، باعث دوری و جدایی میشه. اگه میخوای کسی رو فراموش کنی، اسمش رو روی کاغذ بنویس و در باد رهاش کن. هیچ وقت کفش تاناکورا نخر، عفونت قارچی میگیری. اگه صبحا بیحال میشی، یه لیمو رو 2 نیم کن و به پیشونیت بمال. اگه دیدی کسی سکته مغزی کرده، هر 10 انگشتشو با سوزن سوراخ کن. هیچ وقت به یه درخت آسیب نزن، نسلی که میسازی بدبخت میشه. اگر تا الان خدا نجاتت داده، با عشق بنویس پروردگارا شکرت و حتما پیجمو فالو داشته باش. اگر به پول فوری نیاز داری، یکی از جوراباتو برعکس بپوش، معجزه میکنه. هیچ وقت روی سنگ قبر نشین، بختت بسته میشه. اگر میخوای فردی خوابت رو ببینه، اسمشو بذار زیر بالشت. هیچ وقت با دهان بسته عطسه نکن، پرده گوشات آسیب میبینه. اگر کم خونی داری، با معده خالی خرما بخور. هیچ وقت با کسی زیاد شوخی نکن، باعث میشه حرمت بینتون از بین بره. اگه واقعاً به معجزه کلمات ایمان داری، بنویس خدایا شکرت و به جمع گنج انگیزه ملحق شو.